سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز چهارشنبه 20 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه دادگاه نظامی دوشنبه عاملان مرگ بختیار قربانمدوف، یک سرباز جوان را که بعد 5 روز خدمت کشته شد، به زندان محکوم کرد. امیدها برای احیای تباشری سابق که نصف اهالیشان را ترک کردند بیشتر می شود. چین گفته است اینجا $5 میلیارد سرمایه می گذارد. طبل نوازی در کوچه‌های دوشنبه برای روادید سفر و پول بلیط هواپیما. جهانگرد دیروز از تاجیکستان به هند رفتنی است. از نفر می آموزم و با دیگران چیزی آموخته‌ام را در میان می گذارم. تفصیل خبرها. دادگاه نظامی دوشنبه یک سرباز و 2 افسر ارتش را با گناه به مرگ رسانیدن یک همخدمتشان به زندان محکوم کرد. در این دادگاه روز 20 ایول به رادیو آزادی گفتند سید عمران تبروف، سرباز قطاری، برای تا حد مرگ لطوکوب کردن همخدمتش بختیار قربانمدوف به 14 سال زندان محکوم شد. به یگان کمبودی قربانمدوف بختیار به خدمت حربی دعوت شده است. در دوره همین قامت شهر خوبی یگان بار حتی با بیمارخانه مراجعه نکردم. یگان بیماری جلی وای تصدیق نیافت. هنگامی 4 روز بعد از خدمتش بنابر مثبت و غیر قانونی و میزنن دو حادثه دچار می‌گردد که حادثه روی پوش کردن و بعد اصلا سرپرکت‌ها یا شکار کرده آدم بحث. 2 افسر دیگری واحد نظامی نیروهای زودعمل وزارت دفاع در ناحیه رشت برای پنهان داشتن جنایت تا 2 سال به زندان محکوم شدند. بختیار جوان فقط بعد 5 روز خدمت در صف ارتش کشته شد. پاول شرمت، خبرنگار شناخته بلاروسی، در نتیجه ترکش ماشینش در روز 20 ایول در شهر کیف پایتخت اوکراین کشته شد. دادستانی اوکراین گفت ماشین خبرنگار در نتیجه ترکش ابزاری ترکنده منفجر شده است و تمام دلیل‌ها بیانگریان است که او هدف سوء قصد قرار گرفته است. پاول شرمت 44 ساله 5 سال اخیر در اوکراین زندگی میکرد و از منتقدان تندلحن سیاست‌های دولتی روسیه، جمهوری بلاروس و اوکراین به شمار میرفت. او خبرنگار روزنامه اوکراینسکا پراودا بود. همکارانش میگویند ظاهراً پاول شرمت را برای فعالیت خبرنگاریش کشتند. حزب جمهوری‌خواه آمریکا تاجر ثروتمند دونالد ترامپ را نامزد حزب به مقام رئیس جمهور پیشبری کرد. بعدی به دست آوردن اکثریت رای‌ها در انجمن حزب در شهر کلیولند، دونالد ترامپ در اظهارات ویدیویی از مناره ترامپ در نیویورک گفت در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش از همه غم مردم آمریکا را می‌خورد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ماه نوامبر برگزار می‌شود. طبل نوازی در کوچه‌های دوشنبه برای روادید سفر و پول بلیط هواپیما. جهانگرد دیروز از تاجیکستان به هند رفتنی است. از نفر می آموزم و با دیگران چیزی آموخته‌ام را در میان می گذارم. ولی پیش از دیدن این گزارش رو میاریم به ترکیه. مقامات این کشور در رابطه با کوشش به نتیجه تبادلات دولتی 45,000 نفر را یا از کار راندند یا موقتا از وظیفه برکنار کردند یا بازداشت کردند. بیشتر از 15,000 آموزگار و کارمندان ساحه معارف از مقام‌هایشان برکنار شدند. حکومت میگوید همه این افراد از متحدان فتح الله گلن، روحانی شناخته ترک هستند که حکومت ترکیه را از دست اندرکاران اساسی تلاش تبادلات دولتی میدانند، هرچند خودش این ادعا را رد کرده است. درباره تحولات اخیر در ترکیه صحبت داشتم با عباس جوادی، شورای مسائل ترکیه و مدیر منطقوی رادیو آزادی. آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نظر داشتی عملکردهای اخیر حکومت ترکیه، این نگرانی ها بیشتر شده است که در جامعه ترکیه تفریقه به وجود می آید. این نگرانی ها تا کجا واقعیت دارند؟ در واقع تفریقه و جدایی در جامعه ترکیه از سال 2011 شروع شد. از زمانی که لحن گفتار آقای اردوغان شدیداً خشمگین شد، هم نسبت به خارج، کشورهای خارجی، هم نسبت به نیروهای مخالف داخلی، چه سوسیال دموکرات ها، چه
ناسیونالیست ها، چه کرد ها، چه دیگران باشند. آقای جوادی، چگونه ممکن است که در مدت کوتاه شما هزاران نفر را پیدا کنید که در کوشش برای تبادلات دولتی دست داشتند؟ 45,000 نفر که رقم بسیار زیاد. میدونید 45,000 هم نیست، در واقع بیشتر است، چون که من اینو اتفاقا نوشته بودم تقریبا 24 ساعت بعد از شروع تبادلات که تمام تبادلات، یعنی کوشش برای تبادلات 22 ساعت طول کشید. وقتی هم که تماشابینان این برنامه رو میبینن، تا اون وقت شما گفتید 45، تا اون وقت 55 هم حتما شده است. یعنی وحشتناک است. این خیلی تصفیه مخالفین که همشون هم مخالف، همشون گولنچی نیستن که اگر واقعا گولن اینقدر آدم دارد، طرفدار دارد، یعنی در واقع باید حکومت رو دست اون داد، در واقع اگر دارد، واقعیت است. ولی بسیار عجیب است. ولی میدانیم که از 11 به بعد به خصوص طرفدارای هر کسی که طرفدار آقای اردوغان نبود تصفیه میشد. ولی حالا خیلی شدیدتر هست. زمان حتی انقلاب اسلامی در ایران، این خیلی تصفیه شدید در ایران نشده بود که حالا می شود. آیا این حادثه بر روحیه و قدرت ارتش ترکیه که در چند جبهه، بگیم که از یک طرف با کردها، از طرف دیگر با گروه دولت اسلامی در نبرد است، تأثیری گذاشته میتونه؟ الکی تأثیرشو به نظر من کرده. در یک دیروز من میخواندم قریب 1/3 از 3/1 توان نظامی نیروهای مسلح ترکیه، یعنی همشون، ارتش و دستگاه‌های امنیتی و غیره ترکیه تقریبا تصفیه شدن. یعنی 2 از 3 دویش مانده است. یعنی این برای کشوری که 78 میلیون اهالی دارد خیلی کلان است. به نظرم آقای اردوغان در یک راهی افتاده است که بازگشتش شاید مشکل است، ولی ادامه دادن به اون راه ترکیه را با مشکلات بسیار بزرگ روبرو خواهد کرد. تشکر. عباس جوادی، مدیر منطقه‌ای رادیو آزادی و شورای مسائل ترکیه با ما صحبت میکرد. تشکر آقای جوادی. تاجان تشکر. و مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org هست. مقامات تاجیکستان گفتند یکی از بناهای قدیمی در مرکز پایتخت دوشنبه را در آینده نزدیک ویران می‌کنند. جمشید احمدزاده، رئیس کمیته معماری و ساختمان، روز 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت در جای بینای سوم و یا مرکز سودای تاجیکستان بناهای بلند آشیانه ساخته می شود. فروشگاه مذکور سال گذشته بعد جنجال با سهامان آن به اختیار دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان دادند. فروشگاه 3 طبقه در مرکز دوشنبه سال 1960 ساخته شده است و در عهد شوروی سابق و بعد آن یک مکان اصلی خرید ساکنان و مهمانان دوشنبه بود. یکی از شهرهای خرد و خالی تاجیکستان در شمال کشور بعد از سالها به قول مقامات آباد می شود. قرار است در چند سال نزدیک چین برای ساختمان چند کارخانه از جمله کارخانه بزرگ متل گدازی در شهر استقلال تباشری سابق $5 میلیارد سرمایه بگذارد. گزارش را می بینیم که خبرنگاران رادیو آزادی از این شهر فرستادند. شهر استقلال که دوره شوروی شهر روس‌ها نامیده میشد، پس از 80 سال تأسیس احیا می شود، ولی این نوبت با سرمایه کشوری چین. تباشر سابق در ولایت سوخت بعد از پشت خوردن شوروی رو به خرابی نهاد، ولی امیدها برای جان تازه گرفتنش بیشتر شده است. اینجا منطقه صنعتی تاجیکستان و چین تأسیس یافته است و ساختمان یک کارخانه بزرگ متالورژی در آن را شروع کردند. تو ماهی ایون نیم سال اولی سال 2017 کارخانه پورا بنیاد شده که زیاده از 1300 نفر جای کاری موجود پیدا می شود. در این کارخانه سالانه 100,000 تن سرب و روح استحصال می شود و قرار است در کنار آن کارخانه های استحصال اکامولاتور، آهک و قسم های احتیاطی به کار اندازند.
چین گفته است برای بنیاد این کارخانه ها نیم میلیارد دلار سرمایه میگذارد. شهر استقلال در عهد شوروی در اطراف کارخانه زریا وستاکا برای استحصال سوخت موشک ساخته شد. در این شهر دربسته عمدتاً متخصصان و کارگران روستابار کار و زندگی می‌کردند. بعد سقوط شوروی و بی‌سر و سامانی‌ها در تاجیکستان کارخانه از کار ماند و از 20,000 اهالی آن نصفش رفت. با امید پیدا کردن جای کار بعضی از مردم به اینجا برگشتند و کمتر از 10,000 اینجا اقامت دارند. اما این نگرانی وجود دارد که چین شهروندان خود را برای کار به استقلال می‌آورد، مثل که روسیه روستاباران را می‌آورد. رئیس شهر میگوید جای برای نگرانی نیست. با گفته او در تمام کارخانه‌ها 70% نیروی کاری باید از تاجیکستان باشد. می‌خواهم که از خود شهر استقلال کار کنم. نقلیات تشکیل کردن در کار نه از جنت از گلستان یا از نوره گوجون و خوبی همون مشغول بودم. ولی حالا فقط 800 ساکن استقلال در کارخانه‌های شهر کار می‌کنند. از آن جمله در کارخانه واکسین غیر سمنت نوی غفورов واقع در نزدیکی استقلال. با وجود این خانواده‌های جوانی هستند که با امید آنکه یک روز استقلال دیگر باره آباد می‌شود به اینجا آمدند تا از سرمایه‌گذاری‌های زیاد چین اندکی هم باشد بهره برند. و در خیابان‌های شهر دوشنبه ماه‌های اخیر خارجیانی را می‌توانید ببینید که ساز موسیقی می‌نوازند و مردم به آنها خیر می‌کنند. ساکنان پایتخت آنها را سیاحان تلبنده مینامند، هرچند خودشان میگویند این کارشان نه تلبندگی بلکه بخشی از سیاحتشان در تاجیکستان است. برات یوسفی به دیدن همین سیاحان رفت. навозиши табли тоҷикӣ пешаи пулҷамъкунӣ барои шамил дар тоҷикистон аст. ин саёҳи 27-сола ва бепули сокини Москваи Русия ҳудуди 2 моҳ аст ки бо ҳадафи сафар ба Ҳиндустон дар хиёбонҳои маркази Душанбе табл менавозад. Виза и получается уже барои виза ва чиптаи тайёра пул ҷамъ меорам. дигар пиёда рафтан намехоҳам. уже не хочется. волидайн ва хоҳару бародари шамил дар Москав зиндагӣ дорад. ӯ аз кӯдакӣ дар пойтахт ва дигар шаҳрҳои Русия оварагардӣ мекард. 3 соли пеш қарор гузошт бе ягон сармоя ба саёҳати ҷаҳон барояд. Монголия, дар муғулистон, қазоқистон, қирғизистон, тоҷикистон, абхазия, гурҷистон ва туркия будам. Турция. шамил дар кишварҳои сафаркардааш бо хайру саховати мардум зиндагӣ кардааст. то он ки дар тоҷикистон барои пули раводид ва сафар ба Ҳиндустон ҳудуди 4000 сомонӣ зарурат пайдо кард. Путешествие это как одна из частей как бы жизни. То есть вот пока я могу ходить, я путешествую. ҷаҳонгардӣ як ҷузъи зиндагӣ аст. яъне ҳоло ки ман роҳ рафта метавонам, ҷаҳонгардӣ мекунам. агар дар пирӣ имкон нашавад сафар намекунам. дар тӯли ҷаҳонгардиам ҳаётро дарк мекунам, қобилияти худро мефаҳмам, аз нафаре меомӯзам ва ба дигарон чизи омӯхтаамро дар миён мегузорам. У кого-то учусь, кого-то учу, как бы не сказал бы, что учу, даже скорее делюсь тем, что приобрел. солҳои ахир дар тоҷикистон ба мисли шамил сайёҳони хориҷие пайдо шуданд ки барои ҷаҳонгардӣ дар хиёбонҳои душанбе ҳунарнамоӣ мекунанд ва пул ҷамъ меоранд. мардуми тоҷик ҳам ба онҳо хайрхоҳанд. و وزارت کشاورزی میگوید صادرات محصولات کشاورزی امسال از تاجیکستان کمتر شد. روز 20 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه عزت الله ستاری وزیر کشاورزی گفت در نیم سال گذشته تاجران و کشاورزان 121,000 تن میوه و سبزیجات و میوه خشک به خارج فروختند که در مقایسه با 6 ماه سال گذشته 12,000 تن کمتر است. کشاورزی یکی از ساحه‌های اساسی اقتصادی تاجیکستان است ولی کارکردی میوه و سبزیجات در داخل کم براه مانده شده است. از این رو کشاورزان تاجیک عمدتاً به کشورهای سابق شوروی میوه تازه و یا خشک می‌فروشند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.